رئیس جمهور منتخب مردم اگر از طرف ولی فقیه نصب نشود طاغوت است. این مسئله فرق این حکومت با جمهوری‌های دیگه است. کسی واجد شرایط باشه تا اذن از طرف امام نباشه ارزشی نداریم. صلاحیت هم داشته باشه، خیلی خوبم بلد باشه مدیریت مردم، همه مردم هم قبولش داشته باشه، او حق حکومت کردن به اونها نداره. مردم چه کارن که به کسی حق بدن؟ مگه خودشون دارن هم چه حقی را؟ مردم تعیین کردن یکی به رئیس جمهور یا دارش حکومت کنه هر کار میخواد بکنه. مردم چه حق داشتن بکنه؟ ما یک نگرش دینی باشه. مردم ما ته دلشون مردم سالم ساده خودمون رو عرض میکنن، نه اونایی که ذهنشون آلوده شده به مفاهیم غربی با ادبیات سیاسی غرب.